درک بفهمید خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اومدیم سراغ پارت 4 سری ایکس وای کرافت خفن خودم. خب قبل از اینکه بگم بهتون امروز این ویدیو در چه مورد، باید یه سری چیزای اول بهتون توضیح بدم. خب شاید با خودتون بپرسین که چرا من این 2 هفته یا شاید 3 هفته دارم فقط ویدیو ماینکرافت میذارم، ویدیو این سری میذارم. میخوام اول این سری رو تمومش بکنم، یعنی منظورم دراگون رو بکشم و بعدش بریم یه چند تا ویدیویی که من از فری فایر قبلا رکورد کرده بودم و با هم دیگه بریم نشونتون بدم. و من اون چند تا ویدیو رو از قبل آماده دارم، یعنی ادیتشون کردم، آمادن. فقط میخوام سری اندراگون رو بریم بکشیم و بعدشون ویدیو رو آپلود بکنم و از میبرم هر جامون ویدیوی جدید داریم دیگه. خب بریم سراغ تغییرات. خب من که اینجا دو تا تختم رو بزرگم، تختای پادشاهی. بعد دیگه زره ها هم که میبینین اینقدر جونشون کمه، الان دلیلش بهتون توضیح میدم. و همونطور که میبینین فول دایمند شدم من، همه چیز دایمند دارم و دلیلش اینه قراره امروز بریم اندر دراگون و اون پورتالش رو پیدا کنیم. قراره بریم پورتالش رو پیدا بکنیم و من رفتم 15 تا بلیزارد کشتم که شد 20 تا از اینا و 6 تا هم اضافه موند و قراره امروز با هم بریم این چندنی پوشن هم درست بکنیم. پس یه سری چیزای ما لازم داریم. اولا یکی از همینا تو اینجا من گذاشتم، یعنی گذاشته بودم. خب اول از همه ما بیایم اینجا و کام قضا میکنیم. ما میایم اینجا، اینا رو میذاریمشون، این 4 تا رو تبدیل میکنیم، این 16 تا هم تبدیل میکنیم. خب امروز قرار بریم دروازه اند رو پیدا کنیم و بعد در پارت بعدش در پارت بعدی که میشه پارت 5 با وسایل خیلی خفن بریم سراغ کشتن اندر دراگون. خب بزنیم بریم. خب فقط من اینجا یه دونه از اینا هم درست کردم. اینا چیه؟ اینا رفتم از اون، اسم اینا چیه؟ ندر وارد تا رفتم از اون ندری کندم از تو فورترس، رفتم اینا هم کندم که اسمش یادم نمیاد. و ببینیم از کدوم طرفه. خب از این طرف. مثل اینکه قرار راه دوری ما با هم دیگه بریم. امیدوارم فقط این 20 تایی که من درست کردم کافی باشه. بخورم و همین جوری به راهمون ادامه میدیم. این ویدیو هم احتمال داره خیلی طول بکشه و هنوزم باید از این طرف بریم. اوکی خب نتری که فقط تو رو خدا خوبه. اینجا هم من اومدم گشتم، یعنی این ویدیو رو بگیرم اومدم اینجا رو گشتم و با شیدر اینجا خیلی خفن تره. حالا من قبل بودن قشنگ تر بودنشه، اینا سفید شدن. نه قشنگ تر شدن. یه دقیقه من قایق بیارم. بریم. امیدوارم فقط نزدیک باشه. امیدوارم فقط نزدیک باشه دروازه اند، چون قراره فشارهای زیادی سر رسیدن بهش بکنیم غیر این صورت. و باید از این طرف بریم. آره پیاده شیم.
بریم بالا. فقط جون منم خیلی کمه و واسه بهتری بودن خب به راه خودمان ادامه میدهم تا برسیم به اونجا اسمش چی بود؟ اسم همونجا که دروازه این توش هست یادم رفته. مثلا باید از این طرف بریم. آره از فکرم از این طرف. شکست ریول. خب به راهمون ادامه میدم. از درخت ها بالا می رویم و به پایین می آییم و به راه خودمان ادامه می دهیم تا به دروازه اند برسیم. اسم اون جایی که تو دروازه اند رو یادم نمیاد. تو درخت نرو جون مادر، تو درخت نرو که الان گفتم. خب اینجا رو من نیومده بودم. هنوز هم باید از این طرف بریم. صبر شکست. ای خدا ای خدا ای خدا. خب اینکه قرار خیلی طولانی ما بریم و سگ. البته اینا سگ نیستن، یه حیوان دیگه این که ما به عنوان سگ ازشون استفاده میکنیم. تو اون وحشی هم هستن، مثل اینکه من گوسفندا رو اینجا کشتم. بعد چقدر اینجا حیوان زیاد هست. شت این گوشتا رو هم بده که با این گوشتا من کار دارم. اینجا یه دونه دیگه بزنیم. خب از درخت. خب الان بریم این بالا. امیدوارم فقط خیلی دور نباشه. فشار میخورم سر رسیدن به اونجا. به خاطر همین بهتره که نزدیک باشه. من خودم را برسانم سری بالا. راستی بچه ها اگرم میبینین اینقدر زیاد دارم من بلجرات، به خاطر اینه که بدبختی هایی که من واسه پیدا کردن همون چیه اسپانرشون کشیدم که یادم نمیاد، ولی خب خیلی خوردم سر پیدا کردنش. چون همون جایی که به نشون دادم گفتم بیشتر جا بیشتر این قسمت ها یه اسپانر هست، دقیقا همون جا بود. من نرفته بودم چون رندرم پایینه به خاطر شیدر، به خاطر همین نتونستم. او با او این داریم نزدیک میشه. خوبه خوبه خوبه. اشکال نداره، بزرگ میشیم یادم. خب به راهمون ادامه میدیم. نظر از این بره. آره ترشید مستوره خدا. البته باز هنوزم خیلی داریم، 17 تا داریم، ولی خب اگه همینجوری بخواد ادامه بده کم میاریم. از اینجا بریم بالا. خب الان از کدوم طرف؟
هنوزم از این طرفه. اینجا همه دروازه نداری هست. اینجا رو برو آیرون. راستی یه چیزی که واسه من خیلی جالبه، من فارم آیرون ندارم ولی دارم میرم اند دراگون بکشم. منطقی دوستان؟ سلام هم منطقی نیست. خب الان از کنون طرف هنوزم از این طرف. اگه دیدین من به خاطر کریپر دمیج نخوردم به خاطر این بود که زده دایمندی کنم. شکست این چیه؟ دخترمون هم شکست. اشکال نداره، یکی من از قبل ساخته بود چون جونش کم شده بود این رو ساخت. خب هنوزم باید از این طرف بریم. آره بابا این چرا اینقدر دوره؟ چرا اینقدر دوری؟ ای خدا چرا اینقدر دوره؟ خب فقط یکم زغال بکنیم. چون اینقدر برای زیاد تمام. خب برای خودمون ادامه میدیم. امروز هم باید بریم. آره بابا این چقدر دوره. البته امیدوارم خراب نباشه وردم، چون من یه وردی داشتم کلا نداشت این چه اون پورتال نداشت، حتی جایی هم که پورتال هستم نداشت که اسمش هم یادم نمیاد، نمیدونم چرا. حواسمونم باباشون نریم تو بعد هنوزم باید نه تو درخت. به غیر از اینکه نرفت تو درخت بلکه شکست. یه نظر از این طرف میریم. دیر نزن. گفتم با حواسم باشه، گفتم با حواسم باشه. باید داشتم یخ میزدم. خب اینجا در بیایم. اینجا چرا خالیه؟ چیره‌ای به ذهنم رسید. عنکبوت داخل درخته؟ شت. از این طرف بریم. اگر خواست بیاد بشم میرم داخل سکو. خب اینجا چون درخت زده اعتماد بیشتر دارم. کجا رفت؟ نزدیک شدیم. اینجا نه. نزدیکیم. خوب الان چی؟ رفتیم نزدیکیم ولی معلوم نیست کجا. یه دقیقه
اینجا که خونه خودمه. نکنه تو ویلیجه. کجا رفت؟ احتماله تو ویلیج باشه، چون احتمال اینکه تو ویلیج همین دروازه اند پیدا کنین خیلی بیشتره، ولی خب زیر ویلیج غاره. حذفش برام سخته، ولی خب یعنی یه جای دیگه است. نه اونجا خونه خودم من. نه خونه من که اینجا نیست، این طرفه. خونه من این طرفه، اینجا یه ویلیج دیگه است، ولی خیلی شبیه ویلیجیه که تو پیش خونه منه. سلام آقای انقلاب، چطوری شما؟ خوبی؟ خب گرفتم اونو؟ فکر نکن. خب دارم گربه. خب هنوزم باید برم؟ بابا این چون اینقدر دوره. اینجا کجا میدونم؟ بیبی زامبی. اصلا نمیخوام اینجا بمیرم. نمیخوام بمیرم. هیچ وقت تو شب دنبال اند نریم. هیچ وقت. هنوزم باید برم. چقدر دوره این. تو رو خدا اینجا باش. تو رو خدا جون مادرت. جون مادرت اینجا باش. این هم از تو. تخبرش کنم. کنم چوب ندارم. کجا؟ نزدیک خوبه. انصافا خیلی دور شدم از خونه. خدا رو شکر که داره صبح میشه. چرا اینقدر دوره این؟ اینجا خوبه واسه خونه ساختن ها. باز اینجاش. خب بخورم اینجا. این طرف. ای خدا. خب اینا دارن میمیرن. خوبه. چرا نمیرسیم؟ انصافا چرا نمیرسیم؟ چرا نمیرسیم؟ چرا؟ چه قارایی اینجا داره؟ خوبه نزدیکیم. خوب. از این طرف فکر من شیدر رو خاموش کنم. ازتم میکنه یه ذره. چرا نمیرسیم؟ از اینا ریت بار.
چقدر بهتر شد. اد نایس. بالاخره یس. رسیدیم بالاخره. بالاخره رسیدیم. الان باید همینجوری بریم پایین تا برسیم. خدا ای خدا. خدا شکری که میزنه کجا مردیم. آره میزنه. 1200 متر. 1200 بلاک اونورتره. ویدیو رو کات میکنم تا برسونم خودم. من اومدم. حالا خدا رو شکر اینجا هست. یعنی این مود مینی مپی که من زدم به هم نشون میده. از این طرف هم هست بکنم. نباش از همون بالا بریم بهتر. ولی این دفعه آب میزنم که به فنا نرم دوباره. بالا اونو برش دارم. بعد بیایم پایین. تقریبا بیشتر فشارها پایان میرسه. امیدوارم فقط نمیره. همینجا. خب میزنه همینجا. اینا میزنه همینجا. بعد چند ساعت رکورد کردن بالاخره میزنه اینجا. نباید تا حالا کشیدی. نه هنوز کنید چیزی باید بدید کنید بچه. چون خیلی پایینه تا الان که من دارم میبینم. کجاست بالاخره برسم دیگه بهش. بالاه. خب بلاک اینا چی دسته. میزنه این طرفه. خب نگو که نیست. همین جای دیگه. اینها همین جای پایین پامونه. برسمون یا پایین پامونه. آها. یه دقیقه من بگیرم تو دستم. خب بالای سرمون که چیزی نبود. پایینم ببینیم. این مدل مینی مپ خیلی خفنه بچه. حتما بریزینش. اومدم منفی 13. چون نمیرسم. ایناهاش دروازه اینجاست. میبینین؟ اینجاست. پشت سرمونه.
خب من همینجوری اگه اینو ادامه بدم احتمال خیلی زیاد به دروازه میرسم. What the fuck. بالاخره داره تموم میشه. شت. بعد چندین ساعت رکورد کردن بالاخره دارم میرسم به دروازه. بالاخره. شت. انرژی پایین بکنم. احتمال داره اینجا باشه. بالا سرم اینجا بکنم. تا الان باید برسیم ما. همین جای مینی مپ که میگه اینجا. آره همینجا. خب رسیدیم. ای شت انصافا نمیخوام بمیرم. نمیرم اندرپل. یه دقیقه. خب من اینجا بنویسم end. yes. اک کجا رفتن اینا؟ بطور دستم خورد زدم اشتباهی. اینجا ببندم. فکر کنم این طرف رفتن. من رفتم بالا. مثل اینکه یه دونه دیگه هم باید درست بکنم. دوتا. خب آقا اون دوتا رو من به دستم خورد زدم رفتن. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. منتظر پارت بعد بمونین که پارت بعدی قراره بریم سراغ اندر دراگون. و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.